دستاوردی دیگر از متخصصان داخلی در ارتقاء توانمندی‌های دفاعی، رونمایی از جنگنده جدید ساخت ایران در سومین روز از دهه مبارک فجر. جنگنده قاهر 313 با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. جنگنده قاهر 313 جدیدترین هواپیمای جنگنده ایرانی است که متخصصان داخلی نیروی هوایی ارتش و وزارت دفاع و نیروهای پشتیبانی مسلح تولید کردند. وزیر دفاع در تشریح ویژگی جنگنده قاهر گفت: قاهر 313 دستاورد مهمی در حوزه جنگنده ها هست. این یک جنگنده با طراحی کاملا بومی و ساخت مهندسین و طراحان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع هست. ویژگی‌های منحصر به فرد این جنگنده داره، از جمله اون شکل اون و فرم اون هست که این تقریباً کم نظیر هست در دنیا. این شکل و این فرم، قدرت پرواز در سطح پایین، در ارتفاع بسیار پایینی که این جنگنده داره، رادار گریزی و سطح مقطع پایین راداری که در این جنگنده پیش بینی شده، قدرت مانور بالا، قدرت حمل سلاح در درون بدنه، قدرت نشست و برخاست در باند کوتاه از جمله ویژگی‌های این جنگنده هست.